امروز قراره بهتون یک سایت رو معرفی بکنم که با کمک این سایت میتونید ویدیوها رو درست بکنم با کمک هوش مصنوعی. شما فقط کافیه متنتون رو بهش بدید و براتون ویدیو درست میکنه، یا حتی اگه ویدیویی رو دارید میتونید بهش بدید تا بقیه و اطراف ویدیو رو براتون حدس بزنه و بر اساس اون چیزی که بهش میدین براتون ویدیو رو کامل بکنه. پس آخر ویدیو همراه من باشید. اگه دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید. اسم اصلی این سایت رو اگه بخوام بهتون بگم، این بالا نوشته شده pika.art. من لینکش رو پایین همین ویدیو براتون میذارم اگه خواستید بردارید. وقتی وارد این سایت میشین، این ویدیویی هست که من خودم قبلا درست کردم که حالا تست کردیم و شما بهش یک متن رو میتونید بدید براتون ویدیو بسازه. مثلا من اینجا در مورد تهران نوشتم، جنگ جهانی نوشتم، حالا از کلمات خیلی کوتاه و ازش خواستم اینو برای من بسازه. مثلا من اینجا بهش گفتم تهران جنگ جهانی، حالا مدلی که خواستم برام همچین تصویری و ویدیو رو ساخت که خب 3 تا نیست، اگه خواستم میتونم بهش بگم که برام بیشتر بسازه. یا مثلا در اینجا که ببینید من یه دونه ویدیو داشتم، من اینو براتون بزرگ کنم، اینو من ببندم که بعدم با هم دیگه ببینیم. من اینجا خودم یه ویدیو داشتم که اینجا گذاشتم و اومده بقیه این تصویر رو اگه ببینید حدس زده و حتی برده پشت این ساختمون و بر اساس نوشته که دادیم. من خب نوشتم خیلی هم گنگه و خیلی واضح نوشته نشده، به صورت کلمه است و از چیز خیلی ساده خواستم که هم چیزی رو برای من تونسته درست بکنه. حتی آسمون رو ببینید که این پشت ادامه داده برای ما. حتی اینجا من تصویر گذاشتم وسط تصویر و ازش خواستم که اینو برای من بسازه. همونطور که می‌بینید این بغل ها رو مثل حالت دلس آف آس برای من در آورده، آینده زمین رو برای من در آورده و خب یه جاهایی رو زیاد نتونسته خوب حذف بزنه، چون که خب این ویدیوی تایم لپس بوده که خب سرعتش خورده زیاد بوده و نتونسته خوب ماشینا رو پیاده سازی بکنه. پایین‌تر که ببینید من دوره ایران رو نوشتم، دوره همون متن رو تکرار کردم و شما می‌بینید ویدیوی خیلی قشنگ و زیبایی رو اینجا برای من تونسته درست بکنه. حالا خواستین از روی این لینک میتونید بزنید و ویدیو رو دانلودش بکنید و کیفیت خوبی هم براتون دانلود می‌کنه. یا خواستین میتونید تغییرش هم بدید. سایت کاملا رایگانه و اصلا هیچ چیزی هم نداره. تازه به خود برنامه ایکس یا همون توییتر و دیسکورد هم وصل میشه که میتونید از اونجا هم استفاده بکنید از این. حالا با هم دیگه یه دونه نمونه ویدیو درست کنیم ببینید اصلا چجوری این ویدیو رو درست میکنه. خب مثلا من میام اینجا یه متن رو مینویسم. من میام مثلا میگم که بتمن مینویسم، یه فاصله میدم، مینویسم 2070. بعد جوکر رو مینویسم، سیتی. این کلمات خیلی ساده پایه داریم استفاده میکنیم، زیاد پیچیده و چیزش نمیکنیم. ویدیو درست، چون ویدیو 3 ثانیه است، اگه خیلی بنویسید خیلی گنگ میشه و خیلی ویدیو اون چیزی که بخوایم رو بهمون نمیده. از این پایین اگه ویدیو یا عکسی داشته باشید که بخواید مثلا کمکش بکنید که کمکتون بکنه، از اون الهام بگیره، میتونید از اون گزینه استفاده بکنید و چون از اون پایین استفاده بکنید و ویدیو بهتری رو میتونید درست بکنید. ولی خب حالا من این کار انجام نمیدم و فقط همین متن کوتاهی که نوشتم رو میذارم باشه و بر اساس این میدم. چون پایین که میبینید خب ویدیو آپشنه، شما میتونید سایز تصویرتون چقدر باشه، فریم ریتتون هر ثانیه چقدر باشه، تا 24 پر سکند نمیره و خب این چیزی که هست اینجا میبینید. این مدل موشن کنترلتون هستش که میخواین زوم باشه، حالا هر مدلی که دلتون بخواد میتونید انجام بدید که تغییر بدید بر اساس اون چیزی که میخواین. تنظیماتتون هستش، نکات منفی، کلمات منفی میتونید که از اون استفاده نکنه، نسبت به حساسیت به متنتون چقدر دقت داشته باشه. من رو 15 میذارم، بقیه ویدیو رو 5 بود و روی این گزینه کلیک میکنم. من هیچ ویدیو هم بهش ندادم، یعنی هیچ چی ویدیو نداره و بر اساس اون 4 تا کلمه‌ای که من دادم قراره یه ویدیو خیلی کوتاه برای من درست بکنه. همونجوری دارید میبینید ویدیو خیلی ساده و جمع و جور توی 3 ثانیه برامون درست کرد. اگه خواستم میتونم بر اساس این تغییرات تغییرش بدم، یه چیزی بهش اضافه بکنم و اگه خواستم میتونم کامل ببینمش و روی این گزینه میتونم دانلودش کنم که اتوماتیک میبینید دانلود میشه. حالا این کار مردم ببینیم. توی اکسپلور بریم، کسایی هستن که خب با متنی که دادن، مثلا میبینید این تصویر واقعی رو داده، بقیه رو حدس زده براش، یا یه انیمیشن تونسته درست بکنن، یا کادوی کریسمس، چون الان تم کریسمس بیشتر کریسمس میبینید تمای خوشگل و قشنگ رو درست کردن و خب این خیلی خوبه. این تصویر واقعیه و تصویر پشت تونسته بسازه. میبینید همه اینجا متنایی که پرامپتی که نوشته شدن هم پایین داریم میبینیم که به چه شکلی نوشته شده و میبینید به کیفیت خوبی هم داره ساخته میشه این ویدیو. حالا میشه برای کریسمس، میشه تم کریسمس هستش
و که همش هم میدونید میتونید همشون رو هم که دلتون میخواد میتونید دانلود بکنید، حتی تغییر بدیم برای بقیه رو و این دسترسی خیلی آزادی رو به شما میده. سایت خیلی خوبیه، حتما داشته باشینش، امتحانش بکنید. اگر هم دوست داشتید سوالی چیزی بود حتما کامنت بذارین، جوابتون رو حتما میدم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک بکنین.